گایز، خوش اومدید به چنل آیلین امین زاپاتا. حال دلتون چطوره بچه‌ها؟ امیدوارم همیشه خوب و عالی باشید. اومدیم با یه اکسپلور گردی دیگه و اینکه معطلتون نمی‌کنیم، لطفاً لایک، کامنت، ساب یادتون نره. میریم ویدیوها رو ببینیم. باشه کلتون. We gonna start with our food. خب بچه‌ها میریم ویدیو اول. سلام عزیز دلم، خوبی؟ چه خبر؟ دیگه سلام علیکم. آقا اصل قضیه رو نشون داد دیگه. همون پایی که سلام علیکم میکنه یارو با دستش بیاد. وقتی اومدی خونه باید چیکار کنی؟ حرفی ندارم. نه دیگه یه چیز واقعیتیه دیگه واسه بچه‌ها. به ما بگین که چرا باید دست زنا رو بوسیم؟ واقعا بسم چرا؟ الله الرحمن الرحیم. بالاخره باید از یه ذره شروع این از دست بوسیدن شروع میکنه دیگه. اول دست رو ماچ میکنه. آخه همه ببین هر کسی یه جایی رو ماچ میکنه. یکی دست رو ماچ میکنه، بگی هیچ خطرناک میشی. یکی لپ رو ماچ میکنه، یکی لب طرفو میبوسه. دامنت عزیزم. آره بس دیگه داره طرف چی پوشیده باشه دیگه. ببین اگه یه وقت می‌بینی لباسایی که میپوشی خیلی مهمه که اول بره کجا رو ماچ کنه. مثلا قزوینی اصلا امکان نداره، قزوینی حتما کیو رو ماچ میکنه. وای زشته. برو بعدی. کو آب برق مفتی کو کلیدی که گفتی گفتی ملت ندیده تا به حال همچی کیره کلوفتی. یعنی کیری که این کسکش زد به ملت و به ما همه، به نسل ما و به همه چی. خب یعنی رستم در می آورد میکرد توش دردش کمتر بود. والله راست. همین سن سالی ها بودن که ما رو دیگه به چخ دادن دقیقا. رسما ما رو به گاییدن دادن دقیقا. آره عشقم با عاشق دستپختش شده بابا ولش کنیم. این اشتباه اومده بود. عاشق دستپختش شده بود؟ شد نگاه نکردی یا دستپخت مادرش؟ نه دستپخت بابا و مادر. نگاه کردی؟ آره یکم شو دیدم. حواسم بتاستم. عشقم اون یارو کونش تو دوربینه، معلوم همه ببینن دیگه. جا شده بسته بودی که نه یه برش باز بود، اما همیشه یه برشو باز میذارن. حتی چشم واسه هواخوری. بس باشه برو بس بعدی. تمومش کنی بازی کثیفو. سلامتی مگس. یه عام گه خورد ولی منت گلو نکشید. مگس گه خورد منت چی رو نکشید؟ گل نکشید. سلامتی همه جرقی ها جرق میزنن. منت هیچ کسی نمیگه. این سلامتی واسه جرقی ها بود. خب بعدی. اوه و باز هم گوز. واو چه بد میگوزن تو صورتم. این کوچه این در رفاقه. اوه بده چود ریخوده بچه ریخ. بوی Ready? Boom, boom. واو چه تو لوله بلوکا داره میگوزه. خفه شد. بخند میگه. بی ادب. چه خودمونی هن؟ خیلی خودمونی هن دیگه. خوبه اینجوری باید خودمونی باشیم. اکو داده. کلا تو فروشگاه فردا زد گوزی. دو خیلی دوست داشت گوز گوز خودشو. خیلی خوبه بچه ها. میدونی اصلا کلا به علاوه اینکه شادی آوره، کلا
میدونی یه جورایی دل روده فلان هم میخندن، نه که فقط لبا بخنده، دل روده سراخ کون همه با هم میخندن. کلا نشاط آور. برو بعدی تا نریدیم. اومدیم یکی از عجایب گردشگری مازندران، یه عجایب چشمه گردشگری رو جادویی ببینیم. که وقتی قسمت خروج آب از معدن رو شما فندک میگیرید شروع به سوختن و آتیش گرفتن میکنه. حاجی به خاطر زدی گیری خواهد سوزون دیگه. به خاطر یه تبلیغ اولش خب اگه پشماش که حس خورد دیگه. دیگه اون همه چیش که سورت. الان اینجاست که میگن این خواهی هاشو کباب کردن. یه آمریکایی هم میگه پخ پخ؟ به جاش میگه بو. بو کی؟ همینو میخواست. ایرانی ها از این حرفا ندارن، از این شوخی ها بود که نباید این کارو میکرد. اینجا امریکا نیست، حواستون باشه. چه اینجا طرف میگه من خواب بودم انقلاب کردید. ایرانه؟ خب بودم انقلاب کردیم. آجی چه خبره خانم؟ او برگشت بسه بله این چیه؟ خبره خانم؟ ایرانه. مانتوتون مونده لای داستان. تو مونده لای داستان. یعنی یه جوری اون چیز بود اونجا بود، ما فکر کردم شلوار اوورال مثلا یه سره پوشیده. نه من فکر کردم قبلش این پسره دستش اینجوری کرده تا تتی کونه یارو. من اینجوری فکر کردم. خیلی خوبه، خیلی خوبه اینجوری آزاد شد به ایران، از این بابت ها خوبه. میگه اون خیلی خوبه، اون دیگه خیلی گنده است. چونه انقدر گندگی دیگه انقدرش هم خوب نیست. هر چیزی به اندازه. فکر کن مثلا قدیه رو داشته باشه خوبه. بابا بس زشته. چی میگی؟ حالا این خاصی میتونی اینجا سانسور کنی. خدا عدد صدا. ناز نفس ابوالفضل عباس نگهدار سوراخ کونت باشه. این دیگه انگاری دیدی که انگاری چاقو انداخت از کف کون یارو تا فرق سر یارو نیست. یعنی همچین اتفاقی برای یارو افتاده. خیلی چیز بود. حرم آره بعد سلامتی امام، سلامتی رهبر یه جور، یعنی یه جوری گوزید که تو قبل لرزید از تو دستشویی، یه طوری گوزید که سنگای قبر امام خمینی سر امام خمینی کسکش خمینی تو فشار بود. نه این رفته بود یه زیارتی کرده بود، دلش خور بود، نتونسته بود فوش بود و باید اینجا جبران کرد. این بعدی مدایی نطقشو گور کرد، انگوشو تاک تاک کرد تو کونه رو درش تو باشه گرفت. دیگه مدایی نکنی دیگه بچه کنی قابل توجه مدها. البته نه همه مدها، نه همه مدها کس خارشون یاد چیز شدن، یاد گفتم شاید مثلا بعضی هم مدها همه خارگسته کسی که خارگسته بیده آخر بود خدا تموم شد. نه عشقم یه دونه دیگه هست، حواست کجاست؟ برو بالا. این آره یک سال نمیتونیم تو شکمش باشیم. یک سال واقعا نمیتونیم تو شکمش باشیم. یک سال کنارته. سلامتی هرچی مادرت بگاهیدم با این حرف زدن توسیه که حرف زدن یادتو نداد مادرمه. چی گفت آخه این؟ یه سال تو آخرش شکمش باشه برگشت مگه گفت یه بس سال کشی تبلیغ نکنن. نه مادران نه نامون تو تبلیغ نکن بیناموس. دیگه تموم شد. ویدیو آخر جمع آخر نباشه. این دفعه درست گفتم. ازا پیشرفت کردی. ببین همیشه آدم ها دنبال پیشرفتن و اینکه یه جمله قشنگی میگه. خیلی از شاعرها اینو گفتن و اینکه من خواهر اون شاعر رو گاهیدم، خواهرت رو گاهیدم. بچه‌ها ماچ به کلتون، دوستتون داریم و اینکه دوباره
خیلی زود میایم با یه ویدیوی دیگه. لایک و کامنت یادتون نره، ساب آه، کنید چنل راست رو میگه، خدا و اینکه پستو واسه دوستاتون بفرستیم. یادتون نره، دوباره میگم لطفا ما رو به تخمتون نگیرید.